أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید کتاب المنشورات والملح، یعنی کتاب در مسئله موضوعهای پراکنده و متفرقه و همچنین این کتاب درباره سخنهای نغز و دلنشین. پس امام نووی رحمه الله در اول این کتاب حدیث ها درباره دجال و نشانه های قیامت را باب گذاشته می آرد که دجال و نشانه های قیامت چی است. اولین حدیثی که در زیر این باب می آرد حدیث 1807 کتاب ریاض الصالحین است. امام نووی رحمه الله می گوید عن نواس بن سمعان رضی الله عنه قال، یعنی از نواس بن سمعان رضی الله عنه روایت است که گفت ذکر رسول الله صلی الله علیه و سلم الدجال ذات غدات، میگه یادآوری کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم دجال را یکی از صبحگاه، یکی از سحرها، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره دجال سخنگویی کرد. پس دجال کی است؟ دجال این صیغه مبالغه، یعنی کسی که بسیار از حد دروغ میگوید، این را میگویند دجال. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم انا همین بسیار از حد زیاد دروغ گوینده که دجال هست درباره همین میگه یکی از صبحگاهان صحبت کرد و سخن گفت. فخفض فیه و رفع، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم صدایش را پایان می آورد در وقت سخن گفتن، و رفع و گاه سخنهایش، صدایش را رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند میکرد، یعنی که در وقت سخن گفتن گاه پس سخن میگفت و گاه بلند سخن میگفت، یعنی یک چیزی دهشتناک را نقل کرده. همین طور میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم سخنوری میکرد. حتی ظنناه فی طائفه النخل، تا اینکه میگه ما گمان کردیم که همین دجالی که رسول الله درباره اش صحبت کرده ایستاده است در بین درختان خرما باشد، در قریبی همین مدینه در بین درختها باشد. یعنی تا اندازه رسول الله صلی الله علیه و سلم با هیجان صحبت میکرد، میگه ما فکر کردیم که در همین نزدیکی است، در همین بین درختای خرما در پیش مدینه هست. فلما رحنا الیه، پس زمانی که میگه ما رفتیم به پیش همون درختای خرما، عرف ذلك فینا، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما فهمید این کار را که ما نزد درختان خرما رفتیم. فقال ما شأنکم، رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان شد که چی کار میکنید شما؟ ما شأنکم یعنی کارتون چی است؟ در این پیش درختان شما چی کار میکنید؟ قلنا یا رسول الله، میگه گفتیم که رسول الله ذکرت الدجال الغداة، ذکر کردی، گفتگو کردی درباره دجال صبحگاه. فخفضت فیه و رفعت، پس در وقت صحبت کردن درباره دجال گاه صدایت را پست کردی و گاه صدایت را بلند کردی. حتی ظنناه فی طائفه النخل، تا اینکه گمان کردیم ما که همون دجال در بین درختای خرما هست. فقال، پس میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که غیر الدجال اخوفنی علیکم، گفت غیر دجال بیشتر و زیادتر مرا میترساند نسبت به شما. غیر دجال گفت بیشتر و زیادتر مرا میترساند. پس این اشاره به اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت
بسیارترین و زیادترین چیزی که مرا میترساند، که من بالای شما میآید از اون میترسم، این شرک اصغر هست. شرک اصغر چیزی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم که مرا بسیار میترساند. پس اصحاب پرسان شدند که شرک اصغر چیست ای رسول الله؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ریا هست. پس ریا حالش از دجال بدتر است، زیرا که ریا رسول الله صلی الله علیه و سلم را از دجال در زیادتر میترسانید نسبت به امتش. برای همین رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که غیر دجال اخوفنی علیکم، یعنی غیر دجال بیشتر و زیادتر مرا میترساند نسبت به شما. یعنی که همون ریا، از ریا متوجه باشه. پس دجال رو گفت فهمیدید، حالش فهمیدید که چقدر دهشتناک است. بدانید که ریا در عمل و در عبادت و در کارهاتون این از دجال دیده دهشتناکتر می باشد. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم اکنون درباره دجال سخن کردن را شروع میکند، سخن میراند، میگوید این یخرج و انا فیکم، اگر که دجال ببراید و ظهور بکند من در بین شما باشم، فانا حجیجه دونکم، پس گفت من مدافع می باشم غیر شما. یعنی که من با اون دجال خودم سری کار میکنم، من این مشکلی دجال را حل میکنم اگر که من در بین شما باشم. و این یخرج ولست فیکم، و اگر که دجال ببراید ولست فیکم و در حالی که من همراه شما نباشم، فامرؤ حجیج نفسه، پس گفت هر یک انسان مدافع نفس خودش باید باشد. هر یک انسان خودش را حفظ کنه. اکنون اگر من باشم من کفایه هستم برای دجال، اگر گفت من نباشم پس هر یک شخص باید نفس خودش را دفاع کند و حفظ کند از شر شیطانی، از شر دجال ملعون. والله خلیفتی علی کل مسلمین، و الله جل جلاله خلیفه من است، یعنی بجای من دفاع میکند از هر مسلمان. الله سبحانه و تعالی گفت از جای من از هر مسلمان دفاع میکند. پس اکنون صفت میکند پیغمبر صلی الله علیه وسلم دجال ملعون رو، میگوید انه شاب قطط، گفت هر آینه همین دجال جوانی پیچیده موی هست، یک جوانی هست که موی پیچیده دارد. عینو طافیتون، گفت یک چشم اون گفت کور هست، یک چشمش کور هست و طافیه هست و برآمدگی است. کوری برآمدگی، فقط کوری خالی نه بلکه هم کور است و هم برآمدگی هست. کانی اشبهه بعبد العزى بن قطنین، و مثل اینکه گفت من مانند میکنم دجال را به عبدالعزا پسر قطن. گفت به همین شخص گفت من دجال را مانند میکنم. فمن ادرکه منکم، پس هر کسی از شما دجال را دید، فلیقرأ علیه فواتح سورة الکهف، پس بخواند بر ضد دجال، در نزد دجال اول سوره کهف را در نزد دجال بخواند. انه خارجون، گفت هر آینه این دجال براینده هست، دجال می براید خلتا بین الشام و العراق، یعنی از خله، در جایی که در بین شام و عراق است. خله یعنی که راهی که در بین شام و عراق هست، پس از انا همون راه دجال ملعون می براید. و علما میگویند این همون از ایران می براید، و 70,000 یهودی های اصفهان، 70,000 یهودی های اصفهان همراه دجال می شوند و تبعیت دجال رو میکنند. پس از این حساب است که این شیعه های ملعون خودش همون یهودی ها هستند و مثل یهودی ها هستند و از یهود در بلکه بدتر هستند. پس از یهودی های اصفهان 70,000ش پیروی میکند دجال را، زیرا که دجال از همون جمعه براید
و مردم اونجا همراهش میباشن و پیرویش میکنن. فعاث یمینا و عاث شمالا، پس چنان فساد زیاد میکند طرف راست و فساد زیاد میکند طرف چپ ده. یعنی تمام دنیا ده فساد دجال پهن میشود. یا عباد الله فثبتوا، اکنون رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ای بندگان الله، پس شما ثابت بمانید، پس ثابت قدم و استوار در راهتون، در ایمانتون بمانید و فریب دجال ملعون را نخورید. خب اکنون میگه قلنا یا رسول الله، میگه گفتیم، نواس ابن سمعان میگه گفتیم که رسول الله و ما لبثه فی الارض، یعنی چی قدر در بالای زمین میموند دجال ملعون، چند زمان چند وقت در بالای زمین می ایستد؟ قال 40 یوما، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند 40 سال می ایستد. 40 سال در بالای زمین، 40 روز در بالای زمین می ایستد. یوم کسنتین، روزی اولی همین 40 روز به مثل 1 سال هست، روزی اولش به مثل 1 سال هست. و یوم کشهرین، و روز دومی همین 40 روز به مثل 1 ماه است. و یوم کجمعتین، و روز سیوم این 40 روز به مثل 1 هفته است. و سائر ایامه کایامکم، و باقی مانده یعنی 37 روزی باقی مانده اش به مثل روزهای شما هست، به مثل روزهای شما می باشد. 37 روزش به مثل روزهای شما می باشد. قلنا یا رسول الله، اکنون ببینید اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر حریص بودند درباره دین، درباره عبادت، درباره ایمان، درباره پرستش الله. اولین سوال میکنن درباره عبادت چون میپرسد. اما امروز اگر یک کسی این نقل رو برای ما بکند، پس ما اولین چیزی که میپرسیم درباره، پس میگیم دیگر شب نمیشود، یک روزش یعنی 40، یک روزش به مثل 1 سال هست، آیا اونجا دیگر شب نمیشود؟ آفتاب کجا میشود؟ ماهتاب کجا میشود؟ اینه در این باره، درباره تکوین، درباره دنیا زود سوال میکنیم. اما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این باره نمیپرسند. چرا؟ زیرا اینکه میداند الله سبحانه و تعالی چنان قدرت دارد که این کارها را کرده میتواند، پس این ده یقین هست که الله این کار را میکند، پس دیگه احتیاج به پرسیدن نیست و ما حاجت به دانستن هم در این مسئله نداریم که چی میشود. اما 1 روزش به مثل 1 سال است. اما ببینید که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره چی میپرسند در اون زمان. میگه قلنا یا رسول الله، گفتیم که رسول الله، فذلک الیوم الذی کسنتین، گفت اون روزی که 1 روزش به مثل 1 سال است، اتکفینا فیه صلات الیومی، صلات یومین، آیا گفت کفایه میکند که ما در اون روز یک نماز، یعنی 1 شبانه روز نماز شخوانیم، یعنی 5 وقت نماز بخونیم خلاص، یا اون 1 روزش که به مثل 1 سال هست 1 ساله نمازش میخونیم؟ پس از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان شدن درباره عبادت که در اون زمان ما عبادتامون چطور انجام بدهیم. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت قال لا، رسول الله گفت که نه، یعنی که در اون 1 روزش که 1 سال هست تو 5 وقت نماز تنها نمیخونی. گفت اقدروا له قدره، یعنی بسنجید در آن روزها اندازه نماز رو. مثلا حالا ما نماز بامداد رو میخونیم، چند ساعت بعد نماز پیشین میخونیم، و چند ساعت بعد نماز عصر میخونیم، و چند ساعت بعد شام، و چند ساعت بعد نماز خفتن، و باز چند ساعت بعد نماز بامداد بعدی. انا همین طور گفت لحظه شماری کرده نمازتون رو خواندن بگیرید. انا همین طور لحظه شماری کرده نمازتون رو خواندن بگیرید. یعنی در اون 1 روز پس وقتا را حساب میکنیم و 1 ساله نمازتون رو میخونید. از این حساب بعضی حالتا کسانی هستن سوال میکنن که کدام روز است که در 1 روز نماز 1 ساله رو میخونی؟ پس او کدام روز است؟
ان همون یکمین روزی که دجال می آید، در یک روز یک ساله نماز میخونه. یا میگویند که کدام روز است که در یک روز زکات در گردن مردم فرض می شود. در یک روز زکات در گردن مردم فرض میشه که باز زکاتشون ببرورن. او کدام روز است؟ روزی که دجال می آید. یا میگویند که کدام روز است که در یک روز ما یک ماه رمضان روزه میگیریم. اون کدام روز است؟ اولین روزی که دجال می آید. پس یک روزش به مثل یک سال است که تمام عبادت ها در اون انجام داده می شود به مثل روزهای دیگری سال. باز میگوید قلنا یا رسول الله، میگه گفتیم که رسول الله و ما اسراعه فی الارض، میگه گفتیم که و چقدر تیز حرکت میکند در بالای زمین، یعنی حرکتش چگونه است در بالای زمین، چقدر تیز دجال ملعون حرکت میکند. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که کالغیث، گفت به مثل باران حرکت میکند، و مثل باران حرکت میکند. استدبرته الریح، یعنی که دنبال میکند وی را شمال، یعنی چطوری که باران باریده باشد، وقتی که شمال میشود چقدر زیاد میشود سرعتش، پس دجال گفت سرعتش انا همین قدر زیاد است و تیز است. فیاتی علی القوم، پس گفت دجال میرود نزد قوم، نزد گروه میرود. فیدعوهم، پس آن گروه را به طرف خودش دعوت میکند. فیؤمنون به، پس آن گروه ایمان میارن به دجال، ایمان میارن به دجال. و یستجیبون له، و استجابت میکنن، قبول میکنن گپای دجال رو. دجال هر چیزی که میگوین پس آن گروه میگه قبولش میکنن و اجراش میکنن. فیامر السماء فتمطر، پس میگه دجال ملعون امر میکند آسمان را، پس باران میبارد، آسمان بارانش را نازل میکند. والارض فتنبت، پس دجال ملعون فرمان میدهد زمین را، پس زمین گیاهانش را میبرارد، تمام رستنی ها را میبرارد. فتروح علیهم صارحتهم، فتروح علیهم صارحتهم اطول ما كانت ذرن، پس میگه می آید نزد این قوم صارحتهم، یعنی حیواناتی دشتیشون، حیواناتی که در خانه دارن، گاو و مالی که دارن، پس گاو و مال این قوم، میگه این قومی که به دجال ایمان آوردن، پس گاو و مال اینها میگه میآیند بیگه بعد از شراگاه به خونهاشون میآیند. اطول ما کان ذرن، یعنی که پشتاشون زیادتر میشود، یعنی که فربه میشوند. و اسبغه ضروعا، و کلانتر میشود، میگه پیستانهایشون، شیرهاشون زیاد میشود. اون مالایی که گاوهایی را که میجوشن، گاوهاشون میگه شیرهاشون زیاد میشود. و امده خواصر، و میانهاشون درازتر میشن، گاوها بزبلتر میشوند. پس گاوها هم بزبله میشوند، هم فربه میشوند، و هم پایهاشون کلان کلان میشود و پیستانهاشون پر از شیر میشود که بیگه میگه به خانه را بر میگردد گاوهای اون قومی که به دجال ایمان آوردند. ثم یاتی القوم فیدعوهم، باز میگه بعد از این قوم میگه دجال میرود نزد قوم دویم، پس اون قوم دویم رو دعوت میکند به دین خودش، دعوت میکند به پیرویش. فیردون علیه قوله، پس رد میکنند بر دجال سخنش را، یعنی که فیردون قبول نمیکنند سخنهای دجال را. اون قوم دوم میگه سخنان دجال را قبول نمیکند. فینصرف عنهم، پس میگه میرود دجال از نزد این قوم رو ترک میکنه، زیرا که این قوم با دجال ایمان نآوردند. فیصبحون ممحلین لیس بایدیهم شیء من اموالهم، پس میگردد این قوم، برای این قوم میآید خشکسالی. همین محله که این قوم دویم زندگی میکردن که دجال قبول نکردن، در اینجا میگه خشکسالی میآید. لیس بایدیهم شیء من اموالهم، همه مالهاشون از دست میدهد، هر چیزی که داشتن
داشتگی چیزها را از دست میدهند. و یمر بالخریبه فیقول لها، و میگذرد، میگه دجال به ویرانه ها، به دهه ها و شهرهایی که ویرانه هستند به نزد اونها میگذرد. فیقول لها، پس اون ویرانه ها را فرمان میدهد. دجال ملعون میگوید که اخرجی کنوزکی، یعنی ببرار ای ویرانه کنزهایت را، کانهایی که داری، کنزهایی که داری، ای ویرانه اون کنزها را ببرار. فتتبعه کنوزها کیعاسب النحل، پس از پشتی دجال می رود کنزهای انا همون ویرانه ها به مثل که زنبورهای نر از پشت زنبورهای ماده می رود، یا که از پشت اون ملکه در بین زنبورها که هست، اون ملکه هر جایی که برود باقی مانده زنبورها قطعش می رود. پس انا همین طور کنزهای اون دیه ها از دنبال از پشتی دجال روان می شوند، آمدن می گیرند. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف، پس میگه دعوت میکند، فریاد میکند دجال مردی تنومندی جوانی را. در حدیث های دیگر میآید میگوید که یک جوان را دجال فریاد میکند و او را میگوید، اون جوان را میگوید که ای جوان، دجال میگوید که ای جوان بیا به من ایمان بیار. دجال میگه که نه، تو همون دجال دروغگوی کذاب هستی که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم درباره تو ما را خبر دادگی است. در دیگر حدیث ها این قصه با تفصیل تر می آید، اما در اینجا فقط میگه فریاد میکند مرد تنومند جوان را فیضربه بالسیف، یعنی با کارد اون را میزند. فیضربه بالسیف، پس با شمشیر او را میگه میزند. اما در دیگر روایت ها دعوتش که میکند، یکم بار میگه بیا ایمان بیار، ایمان نمیارد، میگه تو همون دجال ملعون هستی و بعد به کارت میزندش. فیقطعه جزلتین رمیت الغراسی، پس پاره اش میکند دجال اون جوان رو جزلتین، به دو پاره، به دو قسم تقسیمش میکند. رمیت الغراسی، به مثل پرتاب تیر به هدفش میرسد، میگه یعنی میزند از بین دو پاره اش میکند دجال این جوان رو. ثم یدعوه، بعد میگه باز فریاد میگه، این جوان را دو پاره میکند، میگه با فریادش میکند. فیقبلو، پس جوان میگه رو میارد به این همون جوانی که دو پارهش کرده کی بود و دو قسم را میگه جدا جدا میماند، اما میگه اون هر دوش جمع میشود و این جوان باز زنده میشود. و یتهلل وجهه و یضحک، و میگه می درخشد روی اون جوان، چهره اون جوان می درخشد و اون جوان می خندد. دفعه دویم باز فریادش میکند. دفعه دویم هم در دیگر روایت میارد، میگه که وقت میگه بیا به من ایمان بیار، میگه که نه، تو همون دجالی هستی که پیغمبر درباره تو ما خبر داده کی است. باز میگه پاره اش میکند، دو پاره اش میکند و دفعه دویم باز زنده اش میکند و دفعه سوم دعوتش میکند، میگه بیا ایمان بیار، میگه این دفعه هم ایمان نمیارد، میگه تو همون دجال کذاب هستی. این دفعه سوم دجال میخواهد که اون جوان را به قتل برساند، دیگر به قتل رسانده نمیتواند. این در دیگر روایت ها میآید. اکنون در دوام حدیث میگوید فبینما هو كذلك، پس زمانی که این چنین هست، یعنی چنین رفتار کرده ایستاده است دجال ملعون، اذ بعث الله تعالی المسیح ابن مریم علیه السلام، ناگهان میگه میفرستد الله جل جلاله مسیح ابن مریم علیه السلام را. پس میگه حضرت مسیح را میفرستد، حضرت عیسی علیه السلام را میفرستد الله جل جلاله. فینزل عند المناره البیضاء شرقیه دمشق بین مهرودتین، پس میگه میفراید حضرت عیسی علیه السلام این در مناره البیضاء، در نزد مناره بیضایی که در طرف شرقی دمشق قرار دارد. بین مهرودتین، یعنی که در بین دو لباس رنگ شده میگه حضرت عیسی علیه السلام میفراید. واضعا کفیه علی اجنحه ملکین،
یعنی گذاشتگی است، در حالی که مانده است حضرت عیسی علیه السلام کفی، یعنی پایهایش را، کفی پایهایش را علی اجنحتی ملکینی، یعنی در دو بالی ملائکه، یعنی که دو پای حضرت عیسی علیه السلام در دو بالای بالهای دو ملائکه هست. همین حالت ده میفروید به زمین. اذا طأطأ رأسه قطره، وقتی که پایان میگیرد سرش را، از سرش آب میچکد، از سرش آب میچکد. و درباره این میگن از سرش آب میچکد، میگن که نو با آب غسل گرفتگی هست، آبوزی کردگی است و موی سرش دراز که هست، از این حساب است که از موی سرش میگه آب میچکد. بعضی میگن که از عرق آب میچکد، یا از عرق باشد یا که نو غسل کردگی باشد، به هر صورت که آب از سرش میگه میچکد وقتی که سرش را پایان بگیرد. و اذا رفعه تحدر منه جمان کاللؤلؤ، و وقتی که سرش رو بالا میگیرد، تحدر منه یعنی میغلطد از سر حضرت عیسی علیه السلام جمان یعنی که مروارید میافتد کاللؤلؤ، و مثل لؤلؤ مرجان مروارید میگه میافتد. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات، ریح نفسه الا مات. میگه پس نمیماند کافر در بالای زمین نمیماند وقتی که یجد ریح نفسه، میابد میرسد به اون کافر وقتی نفسی، بوی نفسی حضرت عیسی علیه السلام الا مات، مگر اینکه میمرد. یعنی هر کافری که بوی نفسی عیسی علیه السلام به اون رسید، اون کافر الکی میمرد. و نفسه ینتهی الی حیث ینتهی طرفه، میگن نفس حضرت عیسی علیه السلام میرسد تا جایی که بینایی چشم میرسد. یعنی که حضرت عیسی علیه السلام ایستادگی است، تا که جایی که چشمش میبیند تا انا همون جره نفسش میرسد، تا انا همون جره نفس حضرت عیسی علیه السلام میرسد. فیطلبه حتی یدرکه بباب لد فیقتله. فیطلبه یعنی پس از دنبال دجال میشود حضرت عیسی علیه السلام، حتی یدرکه، تا اینکه میابد دجال را، پیدا میکند دجال را، بباب لد، در نزد باب لد که این در فلسطین است، در اونجا میگه پیدا میکند دجال را. فیقتله، پس حضرت عیسی علیه السلام دجال را به قتل میرساند. ثم یأتی عیسی علیه السلام قوما قد عصمهم الله منه، بعد میگه میآید عیسی علیه السلام نزد قومی که قد عصمهم الله منه، الله سبحانه و تعالی حفظ کردگی بود اون قوم رو از دجال، از شر دجال حفظ کردگی بود. یعنی همون دویم قومی که، گروه دیمی که به دجال ایمان نآوردن، قحطی و گشنگی و مالهاشون همش از دستشون رفته بود، حضرت عیسی علیه السلام نزد همون قوم میآید، میگه فیمسح عن وجوههم، پس دستش رو میکشد، دستش رو میمالد، میگه بر رویهای انا همین قوم. و یحدثهم بدرجاتهم فی الجنه، پس سخن میگوید درباره جایگاه‌هایشان در جنت، که این قومی که به دجال ایمان آوردن در جنت چی جایگاه‌هایی دارند. فبینما هو كذلك، پس زمانی که اون همچنین هست، فبینما هو كذلك یعنی که در حالت گفتگو کردن با اون قوم هست، اذ اوحى الله تعالی الی عیسی علیه السلام، ناگهان میگه وحی میفرستد الله سبحانه و تعالی به عیسی علیه السلام، و عیسی علیه السلام رو میگه که اینی قد اخرجت عبادا لی، میگه هر آینه من برآوردم بندگانم را که لا یدان لاحد بقتالهم، یعنی طاقت ندارد کسی با جنگیدن با اون بندگانم. اکنون حضرت عیسی علیه السلام را خبر میدهد که یک بندگان من برآمدن که هیچ کس طاقت جنگیدن با اونها را ندارد. پس الله سبحانه و تعالی میگه فحرز عبادی الی الطور،
پس پناه بده بندگانم را به تور، یعنی بالای کوه تور ببرشان. و یبعث الله یعجوج و معجوج. پس الله سبحانه و تعالی میبرارد یعجوج و معجوج را. یعجوج و معجوج اکنون میبرایند. و هم من کل حدب ینسلون. و این یعجوج و معجوج از هر بلندی سرازیر میشوند و میفرویند. یعنی که چنان عددشون زیاد هست که از هر بلندی را میبینی، از اونجا میبینی که ریخته ایستادن به زمین و سرازیر شده ایستادن به طرفای به زمین هایی که پست هستند. از بلندی ها و پایان ها میفرایند این یعجوج و معجوج، یعنی که عددشون چنان زیادی هست. فیمر اوائلهم علی بحیرة فبریة. پس میگذرد، میگه اولی همین دجال، یعنی کسانی که پیش هستند از همین گروه دجال، اولشون وقتی که میگه میگذرد به دریاچه تبریه، وقتی که میگذرن فیشربون ما فیها. پس اون دریاچه را میگه همشه آبش می نوشند، همه آب اون دریاچه را میگه می نوشند. و یمر آخرهم فیقولون. و آخرین اون قوم، یعنی که بعدینه ها، اولش میاد آب رو می نوشد و بعدینه های دجال، یعنی که صف آخری دجال وقتی که می آیند میگویند لقد کان بهذه مرة ماء. یعنی واقعا میگه در همین جا یک زمان آب بود. یعنی چنان قوم زیادی هست که یک دریا رو همشه می نوشند و بعدینهاش میگن که اینجا یک زمان آب بود. و یحصر نبی الله عیسی علیه السلام و اصحابه. و محاصره کرده می شود پیغمبر الله عیسی علیه السلام و یاران و رفیقانش و اصحابش و اون کسانی که الله سبحانه و تعالی گو بالای کوه تور ببر. پس اینها میگه همشون محاصره کرده می شوند در بالای کوه تور. حتی یکون رأس الثور لأحدهم خیرا من 100 دینار لأحدکم اليوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه به اندازه می شود که سر یک بقه، سر یک گاو برای هر یکی از اصحاب حضرت عیسی علیه السلام، اون مسلمان هایی که با حضرت عیسی بالای کوه تور برآمده بودن، با ارزشتر می شود از 100 دیناری که برای شما میگه امروز ارزش دارد. یعنی 100 دینار چطوره که امروز برای شما ارزش دارد، پس سر یک گاو از 100 دینار دهم با ارزشتر می شود، میگه در نزد اون کسانی که با حضرت عیسی علیه السلام با بالای کوه تور برآمده بودند. یعنی که اونجا دیگه چیزی خوردنی نیست، اونجا دیگه چیزی نوشاکی دیگه آب نیست، یعنی بسیار در حالت تنگ و وزمین قرار میگیرد حضرت عیسی علیه السلام با یارانش. فیرغب نبی الله عیسی علیه السلام و اصحابه رضی الله عنهم الی الله تعالی. پس میگه عرض حال میکنن و حالشون بیان میکند پیغمبر الله عیسی علیه السلام و یاران حضرت عیسی رضی الله عنهم به سوی الله جل جلاله، دست به سوی الله جل جلاله برداشته دعا میکنند و عرض حال میکنند و حالشون بیان میکنند. فیرسل الله تعالی علیهم النغف فی رقابهم. پس مسلط میگرداند، میفرستد الله سبحانه و تعالی، یا مسلط میگرداند الله سبحانه و تعالی بر بالای این یعجوج و معجوج نغفه، کیر میراکی، یک کیر میراکی در گردنهای اونها پیدا میشود. آن کیرم در گردنهای هر یک تای از یعجوج و معجوج پیدا میشوند. فیصبحون فرسا. پس میگردند مرده ها، به مثل مرده ها میگردند، یعنی همشون میمیرن. اون کرم پیدا که میشود همه اینا رو به قتل میرسوند. کموت نفس واحدتین، به مثل یک کس مردگی بر، یعنی همشون جا به جا وفات میکنند. چقدر که یک انسان وفات میکند، انا همین طور یعجوج و معجوج با همون کثرتشون، با همین عدد زیادشون یک بار همشون میمیرند. ثم یهبط نبی الله عیسی علیه السلام و اصحابه رضی الله عنهم الی الارض. بعد میگن میفرایند از کوه تور پیغمبر الله عیسی علیه السلام و اصحاب و یاران عیسی علیه السلام رضی الله عنهم به طرف زمین.
فلا یجدون فی الارض موضع شبرین، یعنی پس نمیابند در بالای زمین به اندازه یک وجب الا ملعه زحمهم و نتنهم، مگر اینکه پر کرده از اون زمین را بوی بد و افلاسی های این یعجوج و معجوج. یعنی که چنان عددش زیاد است که حتی یک وجب زمین خالی نمیابی از عدد زیاد بودن را، همه را کثافتی ها و جزیری ها و بوی بدی از یعجوج و معجوج گرفته از زمین را پوشانده است. فیرغب نبی الله عیسی علیه السلام و اصحابه رضی الله عنهم الی الله تعالی، باز میگه عرض حال میکند پیغمبر الله عیسی علیه السلام و یاران حضرت عیسی رضی الله عنهم به سوی الله تبارک و تعالی، باز از الله سبحانه و تعالی یاری میجویند و کمک میخواهند. فیرسل الله تعالی طیرا کاعناق البخت فتحملهم، پس میگه میفرستد الله سبحانه و تعالی پرنده را که کاعناق البخت، اون پرنده ها میگه به مثل گردن شتر هستند، و مثل گردن شتر هستند. فتحملهم، پس میگه اون پرنده های آمدگی این یعجوج و معجوج رو یک تا میگه میبردارد. فتطرحهم حیث شاء الله، پس میبرد میگه جسد این یعجوج و معجوج رو میپرتاید در آن جایی که الله سبحانه و تعالی خواسته باشد. یعنی الله سبحانه و تعالی به جایی که امرش کردگی باشد به اونجا میبرد میپرتاید. در بعضی روایت ها میگه میبرد در دریاها میپرتایند یعجوج و معجوج، جسدهاشون اون پرنده ها برده در دریاها میپرتایند. ثم یرسل الله عز وجل، بعد الله سبحانه و تعالی باز میفرستد مطرن، باران را که لا یکن منه بیت مدر ولا وبر فیغسل الارض حتی یترکها کالزلقه. بعد از آن الله سبحانه و تعالی میگه باران را میفرستد، نمی باشد میگه لا یکن منه بیت مدرین، یعنی باقی نمیماند یگان خانه خشتی و لایه، ولا وبرین، و نه یگان خیمه. فیغسل الارض، پس اون باران میگه زمین را میشوید، حتی یترکها کالزلقه، تا اینکه میگه زمین را باقی میگذارد به مثل آینه، هموار و تازه و پاک. یعنی اون باران این زمین را پاک و تازه میگرداند از بوی بد و از افلاسی های اون یعجوج و معجوج. ثم یقال للارض، بعد گفته می شود برای زمین، بعد زمین را الله سبحانه و تعالی امر میکند که انبتی ثمرتکی، یعنی ببرار ای زمین میوجات هایت را و رستنی هایت را ببرار. و ردی برکتکی، و برگردان برکتت را ای زمین. فیومئذ تأکل العصابة من الرمانة، پس در اون هنگام میگه میخورد یک گروه، العصابه یعنی یک گروه میگه من الرمانة، از یک دانه انار. یعنی چنان برکت زیاد میشود که یک دانه انار را یک گروه میخورد، یک گروه استفاده میبرد. و یستظلون بقحفها، و سایه میگیرند با پوست اون انار. الله اکبر، یعنی اون انار چقدر بزرگ و کلان شود که یک گروه در سایه پوست اون انار خودشان قرار میتونه، در سایه همون پوست انار میستند. یعنی چقدر انارها بزرگ و چقدر برکت می آید بالای اینها. و یبارک فی الرسل، پس میگه برکت داده می شود در شیر، در شیرهای مالها برکت داده می شود. حتی این اللقحه من الابل لتکفی الفئام من الناس، حتی میگه یک شیرده از شتر، یعنی یک شتر شیرده کفایه میکند الفئام من الناس، یعنی گروه از مردم ده. یک شتر میتواند یک گروهی از مردم را سیر بگرداند از شیر. و لقحه من البقری، یعنی یک گاو شیرده لتکفی القبیله من الناس، یک قبیله، یک گروهی از مردم ده کفایه میکند. یک گاو یک قبیله را از شیر
سیر میکند. و لقحت من الغنمی، و یک گوسفند شیرده یا یک بز شیرده، لتکفی الفخذ من الناس، کفایه میکند یک گروه از مردم ده، یک گروه از مردم ده کفایه میکند. فخذ این از قبیله کمتر، قبیله عددش زیادتر است، فخذ قبیله از قبیله عددش کمتر میباشد. پس یعنی یک گروه از مردم ده یک بز یا یک گوسفند شیرده شیرش کفایه میکند. فبینما هم کذالک، پس زمانی که مردم در این حالت هستند، در این نعمت هستند، اذ بعث الله تعالی ریحا طیبه، الله سبحانه و تعالی میفرستد شمالی پاک را، یک شمال پاک را الله سبحانه و تعالی میفرستد. فتأخذهم تحت آباطهم، پس میگیرد آنها را در زیر بغلهایشان، آنها را در زیر بغلهایشان میگیرد. فتقبض روح كل مؤمن و کل فتقبض روح كل مؤمن و کل مسلم، پس میگه قبض میکند روح هر مؤمن و روح هر مسلمان را، یعنی که روح هر یک کس، هر مسلمان روحش گرفته می شود. و یبقى شرار الناس، پس میگه باقی میمونه در بالای زمین بدترین مردم، یعنی اون شمال پاک فقط میآید در زیر بغلش میگیرد، شمال در زیر خود میگیرد کی رو؟ همون مؤمن و مسلمان را، فقط مؤمن و مسلمان ها را. پس این مؤمن و مسلمان ها را روحاشون قبض میکند. پس مؤمن و مسلمان در بالای زمین باقی نمیماند. و یبقى شرار الناس، و بدترین مردم در بالای زمین باقی میمانند. یتهارجون فیها تهارج الحموری، پس میگه یتهارجون یعنی به هم آمیزش میکنن، یعنی به هم همخوابگی میکنن، زنا میکنن در بالای زمین، تهارج الحموری، به مثل زنا کردن خرها. چطوره که خرها با یکدیگر آمیزش میکنن آشکارا در بین مردم، هیچ شرم و حیا ندارد. پس مردم اون بدترین مردم هم میگه به مثل انا همون خرها، به مثل انا همون خرها آشکارا زنا میکنن، دیگر زنا آشکارا میشود. فعلیهم تقوم الساعت، پس در این زمان است که قیامت قایم میشود. پس اکنون دیگر بدترین مردمان، یگان مؤمن در بین اونها نیست، یگان مسلمان در بین اونها نیست، بدترین مردم در اونجا قرار دارد. در این لحظه و هنگام میگه قیامت برپا میشود. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث طولانی، حدیث 1807 کتاب ریاض الصالحین که درباره دجال ملعون و درباره از بین بردن و نعمتی که بعد بالای مسلمان ها می آید اون را بیان کرد. اکنون بعد از این امام نووی رحمه الله چند کلمه ها را شرح می‌دهد. قوله یعنی سخنی که در حدیث آمده است، خلتا بین الشام و العراق، ای طریقا بینهما. خلا گفتیم این راهی که در بین شام و عراق است، این میگن در ایران می باشد. و قوله عاث، و سخنی که در حدیث آمد که عاث بالعین المهمله و ثاء المثلثه، یعنی عین به نقطه و ث سه نقطه. والعیث اشد الفساد، عیث سختترین فساد رو میگویند، سختترین فساد رو در اونجا گفت که عاث یمینا فعاث یمینا و عاث شمالا، یعنی سختترین فساد را به طرف راست و سختترین فساد را به طرف چپش میآورد. پس عاث به معنای سختترین فساد را، یعنی بسیارترین فساد را آوردن. و ذرا، معنای ذرا میگه به ضم ذال المعجمه، یعنی زال میگه نقطه بده. و هو اعالی الاسنمتی، پس میگه این بلندترینی کوهان شتر را میگویند. از ذره یعنی بلندترینی کوههای شتر را میگویند، یعنی منظورش گفتیم در حدیث که می آیند گاوها و مالهاشون که بسیار بلند شدگی از پشتاشان، منظورش یعنی فربه شدگی هستند. و هو جمع ذروه بضم الذال و کسرها، و میگه این از ذرا جمع ذروه هست، میشود ذروه بگیم، میشود ذروه بگیم. و میگه جمع همین کلمه ذروه یا که ذروه هست از ذرا. ولی یعاسیب، یعاسیب چی است؟
یعاصی میگه ذکور و نحلی، یعنی زنبورهای اصلی که نر هستن امیر میگن چی؟ یعاصی. زیرا که زنبورهای اصل در بینشون یک ملکه دارد، پس نرها از پشت اون ملکه که جایی که براد اون نرها از پشتش میرود. پیغمبر صلی الله علیه وسلم این مسئله را به همون تشبیه داده بیان کردن. و جزلتین ای قطعتین، بعد دو قسم تقسیمش میکنه، گفتیم جزلتین دو قسم، دو قطعه. والغرض، مقصد میگه غرض الهدف الذي يرمى الیه بالنشابی، میگه غرض این هدف است که تیر انداخته میشود به سویش با تیر، یعنی که یک جایی را بگیم هدف تیر زدن قرار میدهی، همون رو میگن غرض. ای یرمیه رمیتن کرمی نشابی الی الهدفی، یعنی میزند تیر را به مثل زدن تیر به هدف، یعنی که میگیم همون جایی را که نیت داره در همونجا میزند. منظورش که یعنی که دجال ملعون اون جوان را از بین دو پاره میکند، دو پاره معین، یعنی که دو پاره کم و زیاد نه، دو پاره معین، چطوره که هدف گیرنده اجرا میخواد بزند، اول هدفش را میگیرد بعد میزند در همون جایی هدف گرفتگی زدگی است، پس دجال میگن همین خیلی میزنه، دو پاره معینی 50 در 50 میکند. خب والمهروده را معناش چیست؟ بالدال المهمله و المعجمه، میشه بگویی که مهروده، میشه بگویی مهروزه، یعنی دال و زال هر دوش میشود. و هی ثوب المصبوغ، و اون لباسی رنگ کردگی را میگن. چطوره که گفت که حضرت عیسی میفراید در منارة البیضاء شرقی دمشق در بین دو لباسی رنگ کرده شده. خب قوله و سخنی که در حدیث آمده است لا یدانی ای لا طاقته، لا یدانی یعنی که طاقت ندارد کسی. چطور گفتیم که یاجوج و ماجوج میآید، الله گفت که مخلوقای را آوردم کسی طاقت ندارد با اونها بجنگد. و نغفو الدود، و نغفو دودون، نغف دود را میگه، دود یعنی که کرم را میگن، نغف کرم هست. و فرسا جمع فریس، فرسا جمع فریس است، و هو القتیل یعنی که کشته شده ها، جمع کشته شده ها. و زلقتو، و زلقه را معناش بفتح الزای و اللام و بالقافی، یعنی زال فتحه بکن میگه و لام فتحه بکن میگه، حرف قاف است. و رویه و همچنین روایت شدگی است با لفظ دیگر که از زلفتو بضم الزای و اسکان لامی و بالفایی، یعنی زار از ضمه میتی لام ساکن میکنی، حرف فا قطعی هم آمدگی است. میتونه بگوی که از زلقتو، میتونه بگوی که از زلفتو، هر دوش و هی المرآت، هر دوش به معنای مرآت است، یعنی آینه. چطور گفتیم که الله سبحانه و تعالی باران را میفرستد که باران زمین را میشوید، زمین را به مثل آینه میگرداند، هموار و پاک و تازه. والعصابه الجماعه، اصابه یعنی جماعت. و ریسلو به کسر رای اللبن، و ریسل یعنی ری را کسره میکنه میگه معنا شیر هست. و لقحتو و لقحتو اللبون، لقحه یعنی که چیزی شیرده را میگن، لقحه حیوانی که شیر میدهد. و الفئام بکسر الفاء و بعد همزه ممدوده، یعنی فعل کسره که میگه بعدش همزه ممدوده هست، معنای فئام همچنین جماعت است، یعنی که عصابه و فئام هر دینو چی هستن؟ جماعت. الفخذ من الناس، فخذ من الناس منظورش دون القبیله، یعنی از قبیله کمتر باشد دینا میگن فخذ. پس این بود چند کلمه هایی که امام نووی رحمه الله شرح داده است و بیان کرده است. با همین حدیث 1807 کتاب ریاض الصالحین با آخر رسید. بعد از این حدیث 1808 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. این حدیث رو انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. به همین درس امروزه رو به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.